سلام. برای هممون پیش اومده که توی موقعیت‌های قرار گرفتیم که یه نفر از همون سوالی پرسیده و ما مجبور شدیم اون سواله رو سریع جواب بدیم. بعدن که فکر کردیم احساس کردیم جوابی که به اون سوال دادیم خوب نبوده. میخوام یه تکنیک بهت بگم که اگر کسی ازت سوال میپرسه بتونی جوابی رو بهش بدی که بعد از جوابی که دادی خودت پشیمون نشی. این تکنیک اینه که وقتی یه نفر ازت سوالی میپرسه به جای اینکه بیای و جوابش رو بدی یه سوال ازش بپرس. در واقع سوالش رو به سوال جواب بده. چه اتفاقی میفته وقتی ما از یک نفر سوال میپرسیم؟ وقتی از یک نفر سوال میپرسیم اطلاعات در موردش به دست میاریم. اطلاعات، دانش و آگاهی ارزشمندترین دارایی تو این دنیا هست. این بار که یه نفر ازت سوالی میپرسه و منتظر جواب تو هست، قبل از اینکه جواب مستقیم بهش بدی بیا ازش سوال بپرس. یه مثال برات بزنم. مثلا خانم و آقایی رو تصور کن که با هم تو رابطه عاطفی هستن. خانم میاد به آقا میگه که چرا تو اصلا منو حمایت نمی‌کنی؟ چرا در مقابل من اصلا حامی نیستی؟ اگر آقا بخواد بیاد و با افکار خودش به این سوال جواب بده، ممکنه فکری که توی ذهنش هست اصلا با فکری که تو ذهن اون خانم هست یکی نباشه و این وسط یه دعوایی هم راه بیفته. مثلا آقا میاد به خانم میگه که خب من فکر میکنم تو خودت داری کار میکنی و لازمه که هزینه ها رو تو هم تحمل کنی. بعد خانم یهو میگه که منظورت چیه؟ من اصلا منظورم پول نبود. منظورم چیزهای دیگه بود. پس قبل از اینکه بیای و بهش جواب بدی بهتره که بیای و ازش سوال بپرسی. اینجا آقا باید بیاد و از خانم بپرسه که میشه بگی منظورت از حمایت چیه؟ سوال به این سادگی و واضحی. پس سوالی که قراره بپرسی کاملا برمیگرده به سوالی که اون فرد از تو پرسیده. یه جورایی انگار داری بهش میگی که میشه در مورد سوالت بیشتر توضیح بدی، ولی خب اینطوری نمیگی، با جزئیات میپرسی. مثلا بهش میگی که میشه بگی منظورت از حمایت چیه؟ میشه بگی حمایت برای تو چی تعریف میشه؟ اون وقت ممکنه خانم بیاد بگه که مسائل مادی. ممکنه که نه، یه خانم دیگه بیاد بگه که برای من زمان نمیذاری. یه خانم دیگه بگه که حرفای منو گوش نمیدی. وقتی من دارم صحبت میکنم شنونده نیستی. من احساس میکنم حرفام رو نمیتونم بهت بزنم. یکی دیگه ممکنه بگه که وقتی جای گیر میافتم نمیای به دادم برسی. من نگرانم که اگر مثلا نصف شب یه جایی یه اتفاقی برای من بیفته بهت زنگ بزنم نیای. پس قبل از اینکه بیای و برای طرف مقابلت توضیح بدی که چرا اینطوری هست، اول ازش سوال بپرس، ببین که در مورد چی توضیح میخواد. اگه تجربه اینو داشتی که یه نفر از توی سوالی پرسیده و تو جواب اضافه بیجا بهش دادی یا اصلا اشتباه جوابش رو دادی، برام توی کامنت ها بنویس. لطفاً این ویدیو رو لایک کن، به دیده شدنش کمک میکنی. کانال رو سابسکرایب کن. تو ویدیو بعدی میبینمت. خدافظ.